کاروان آسیایی اعلام همبستگی با مردم غزه در زاهدان. این کاروان متشکل از مردم کشورهای مختلف آسیا از مرز میرجاوه وارد سیستان و بلوچستان شده است. 200 نماینده مجلس امروز در بیانیه‌ای از این کاروان حمایت کردند. شهر زاهدان امروز میزبان میهمانانی از مردم کشورهای مختلف آسیایی، اهم از مسلمان و غیر مسلمان بود که حرکت انسان دوستانه خود را به مقصد شهر غزه در کشور فلسطین آغاز کردند. برای پخش پیام انسانیت اومدند و میخوان که غزه و فلسطین با مردم جهان پیوند داشته باشند. ایرانی هستم، در حال حاضر توی هند زندگی میکنم، شهر بنگلور. قبل از اونم 24 سال توی امریکا بودم. سعی میکنم که فریاد مردم فلسطین رو که در خفقان زندگی میکنم به نحوی تا اونجایی که میتونم به گوش دور و اطرافیان برسونم. از کشور هندوستان حرکت آزاد، یعنی این حرکت شروع شده، آغاز شده است به سمت غزه. از کشور ژاپن هستن، با کاروان آزادی پیوستن و هدف آزادی غزه به این کاروان ملحق شدن. اگه ما میخوایم که نظام استکبار رو بینیش رو اگه میخوایم به زمین بیاریم، باید اتحاد داشته باشیم، وحدت داشته باشیم تا به اون هدف مقدس برسیم. کاروان اعلام همبستگی مردم آسیا با مردم مظلوم غزه و شکست حصر این شهر پس از دیدار با مردم و دانشجویان با عبور از شهرهای مختلف کشور عزیزمان ایران به سوریه و ترکیه خواهند رفت و از آنجا حرکت خود را به سمت فلسطین اشغالی و شهر غزه ادامه خواهند داد. دوستانمون از هندوستان و ژاپن و مالزیایی و اندونزیایی هم هستن. بعد بحرین و کویت و قطر و یمن و اینها هم با ما بعد کشورهای بعدی اضافه میشن در سوریه. کاروان الان در شهرستان زاهدان حدوداً 80 نفر رو ما انشالله خدمتشون هست.